توی اکثر آموزشگاه ایران داره کار میشه، اسمش بیگ فان. دوباره این مدل کتاب برای این سن ما داریم باز پاکت، حالا اسمشو کار ندارم، یعنی این لول بچه‌ها. خب عکس‌ها رو ببین، اینا چیز روانشناسی داره، اینا کتاب کارش. بچه‌ها کاری که حالا تو آموزشگاه یا میرن خونه انجام میدن فکر می‌کنی چیه؟ پیدا کن دورش خط بکش، مثلا چه می‌دونم وصل کن، رنگ کن، پیدا کن. ساختار کشف رو داره، بچه باید کشف کنه. 100 بار شنیده دیوار ولی ندیده شما کجا رو میگه دیوار، میاد میگه مامان دیوار چیه؟ میگی اینه دیوار. میگه آها کشف میکنه. این الان ازش دیکته میگیره کار، دیکته میگیره کار. ولش کن، فراموشش کن. ببین این الان یکشه. خب نه این یکشه. اینو من الان تازه اینم کار نمیکنم. یه چیز خیلی خیلی به قول خودمون خفن‌تر از این دوشه. باز دوش هم همین داستانو داره. ببینید حالا این چیه؟ این کتاب معلمه که به معلم میگه چجوری برو سر کلاس درس. خب این از همه پایین‌ترشه. ببین اینم نوشتن داره ولی نوشتنش فکر کن چیه؟ یه دونه می‌نویسه تموم شده. بعد اینجا انقدر کار شده که این کلمه مثلا میشه زیبرا کدوم یک از اینه؟ تموم شد. ببین یه دونه می‌نویسه. تموم. تازه منم به اصولی گفتم اصلا به بچه‌ها نوشتن یاد نگیرید. اصلا اونم تازه آخر کتاب. این کتاب تموم شده. این کتاب تموم شده. اینجا داره. یه دونه اینجا داره. ولی کتاب دویی که این کتاب ترم 6 بچه. 6 ترم بچه اومده. میاد اینجا. میگه تازه من کتاب کار نمی‌کنم. این کتاب کارشه، این کتاب دانش آموزشه. ببینید عکس‌ها رو ببینید. دونه کلمه یاد میگیره بعد شروع میکنه به جمله سازی نوشتن. ببین غذاها رو داره، بازی‌ها رو داره، اعداد رو داره. بچه اعداد رو مثلا شروع کنه جمله سازی، جمله رو ما میگیم یه دونه کلمه‌ش رو میزنه. اینقدر تمرین بعد دونه میریم عقب. یعنی میفهمه. خب حالا وقتی میخوام صحبت کنم الان دیدی مثلا نمیتونست بگه این آبیه، آره نمیتونست. آفرین. اینا روش داره. خب روش هم نمیخوام بگم روش استاندارد داره. نگاه کن آخر کتاب که لول بالاست. این ترم 9 بچه است. یعنی دانش آموز 1.5 سال داره میاد. این مرحله که به اعداد 100 رسیده دانش آموز راحت صحبت میکنه. تمام مطالبی که ما بهش گفتیم رو یاد گرفته، کلی فیلم دیده، کلی فیلم آموزش 1.5 سال. بعد 1 سال دیگه بعد از 1 سال دیگه داره اینو میگه دیگه. تازه اینجا داره 1 کلمه میگه. سرجا میتونه